جواب سوال‌هایی هست که برادرها برای ما فرستادند. وقتی زن دوم میگیرد زن اول دانستنش شرط است. شب از من سو میپرسند برای زنا من قسم میخورم به نام خدا ندارم، اما دارم نمیتیم. آیا من گناهکار میشوم؟ التماس از وطن با مادرش آمد زنم. و به مسجد رفته نکاح کردیم، اما در مسجد ملا رازیگی دختر را نپرسید. چی می شود؟ اگر نافهمیده نماز جماعت خواندیم، بعد ادای نماز فهمیدیم که وضو نداشتم، نماز ما چی می شود؟ اکنون صحبتی که امروز می خواهم خدمت شما داشته باشم جواب سوال‌هایی هست که برادرها برای ما فرستادند. برادری از سوال کرده که سلام علیکم. سوال: من در یکی از شهرهای روسیه زن گرفتم. از وطن با مادرش آمد زنم. و با مسجد رفته نکاح کردیم، اما در مسجد ملا رازیگی دختر را نپرسید. چی می شود زندگی ما؟ در دل نماند گفته پگاه یک تاجیکی کهنه زندگی میکردگی محله را یافتیم. گفت نکاح کرده میتوانم. آوردم از روی دفتر خطبه نکاح را خوانده نکاح کرد و او نیز رازیگی دختر را نپرسید. نفس و تن خود را بخشیدی را نپرسید. خوشتامنم گفت این چی نکاح بود؟ گفته طعنه زد. این چی نکاح بود؟ گفته طعنه زد. خواهشمندم جواب دهید. این برادری از سوال کرده که یعنی از تاجیکستان براش زن آوردن، برده است در مسجد و در یک شخصیت دیگه نکاح کرده است. در حالت نکاح کردن یعنی دختر را نپرسیدن که تن و نفس بخشیدی و بچه قبول کنه. اکنون برادر عزیز، وقتی مثال کار شما و صورت کار شما این چنین باشه که وقتی از دختر نپرسیده باشه که تن و نفست را بخشیدی، در این صورت نکاح شما فاسد است، نکاح شما درست نیست. البته در نکاح شرط همین است که دو شاهد باشه، دو گواه باشه، یعنی دو انسان عاقل سالم باشه و دختر تن و نفس خود را بخشه و یعنی بچه قبول کنه. بعد از اون نکاحشون درست میشه. خطبه خواندن سنت است. وقتی که دختر را نپرسیده باشن که تن و نفس خود را بخشیدی، فقط ملا آمد و خطبه خواند و رفت، البته نکاح شما درست نشده است. شما باید از سر نو نکاح کنه، یعنی دو انسان صالح، دو انسان سالم خوب اوجا حاضر کنه. دختر تن و نفس گویا که من تن و نفس ما به فلانی نام شما گویا تن و نفس ما به فلانی را بخشیدم، شما قبول کنه، نکاحتون درست میشه. برادر عزیز، برادر از سوال کرده سلام علیکم برادر، یک سوال دارم، التماس جواب میدادید. اگر نافهمیده نماز جماعت خواندیم، بعد ادای نماز فهمیدیم که وضو نداشتم، نماز ما چی می شود؟ قضا خوانیم یا نه؟ التماس به ما چی توصیه می دهید؟ الله نگهبانتون باشه. سلامت باشه برادر عزیز. اکنون وقت شما نماز خوانده، بعد از نماز به خاطرتون زد که یعنی طهارت نداشته. اگر امام باشی، اگر انسان یک طهارت نداشت امام باشه، تمام جماعت در کلش یعنی واجب است که از سر نمازهاش نخوانند. اگر وقت باشه وقتی میخوانند، اما اگر قضا شده باشه قضایی باید خوانند. اما اگر شما خودتون قوم باشه و در جماعت اقتدا کرده نماز خوانده، فقط شما خودتون تنها وقتی بعد از نماز بیاتون زد که طهارت نداشته، خودتون تنها بعد از یعنی بیاتون زدن طهارت میکنه و نمازتون اگر وقت باشه وقتی میخونه، اگر وقت نباشه قضایی میخونه، نماز جماعت درست شده است. اما اگر شما امام باشه، نماز همه درست نشده است، همه باید نمازهایشون را از سر خوانند. برادر عزیز،
اینجا برادری از سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دامنای عزیز، من یک سوال دارم، التماس جواب دهید. ما یک گروه بچه ها در شهر سنت پترزبورگ کار میکنیم. خب بچه های ما یک چند تاش قریب هر شب زنا می روند. خب گاه شب از من سوم میپرسند برای زنا. من قسم میخورم به نام خدا ندارم، اما دارم، نمیتیم. آیا من گناهکار میشوم؟ التماس خب التماس من جوابش رو انتظارم دامنو جان. اکنون برادر عزیز، شما قسم نخورید. وقتی اونها یعنی گناه میروند، یعنی زنا کنی میروند، کار فحش و فاحشه میروند، شما قسم نخورده برای اونها گویه که من دارم اما نمیتیم برای شما. چون که وقتی انسان قسم دروغی خوره برای وی حانیس میشود، در او کفارت واجب است، باید 10 نفر طعام ده. وقتی انسان یک قسم دروغی میخوره، یعنی قسم میخوره قسمش دروغ است، یا اینکه قسم میخوره فلان کارا میکنم، وقتی نکرد براش کفارت واجب میشد که 10 نفر طعام ده. البته شما وقتی قسم دروغی میخوری برادر از گناهکار میشه، این گناه است، انسان نباید قسم خوره. اونها را آشکار گویه انسان های فاسق و انسان های زناگر که یعنی من سوم دارم برای شما نمیدیم. قسم نخوری برادر از. البته قسم دروغ خوردن این گناه است. خداوند بازیچه نیست که در هر چیزی به نام خدا قسم خوره انسان. اینجا برادری از سوال کرده که السلام علیکم داملا، التماس جواب دین. وقتی زن دوم میگیرید، زن اول دانستنش شرط است یا نه؟ نه برادری عزیز، وقتی که زن دوم میگیری دانستن و رازیگی زن اول شرط نیست. اگر وی خبردار شود قیامت برپا می شود، جنجال سر می شود برادری عزیز. به همین خاطر شرط نیست که یعنی زن اول دانه که شما زنگیر هستی، دانستنش یا اینکه رازیگیش، فقط اینجا عدالت شرطه. عدالت هر دی اونها را یعنی یک رنگ یک نوع نگاه کردن، یعنی عدل کردن شرطه در حالتی یعنی زنها، ولی رازیگی زن اول یا اینکه دانستن شرط نیست برادری عزیز. برادری از سوال کرده که السلام علیکم داملا، یک سوال دارم، التماس جواب میدادید. خب سجده تلاوت قرآن را چی طور انجام میدادیم؟ یک روشنی می انداخته التماس انتظاریم. اکنون سجده تلاوت در قرآن 14 آیت سجده است. وقتی انسان قرآن ختم کرده که در اون سوره هایی که آیت سجده است، مثلا سوره اقرا و اذا السماء انشقت، و در اون سوره هایی که آیت سجده است در بالای آیت های سجده خط کشیده شده است. وقتی انسان آیت سجده را خوان، براش واجب است که سجده کنه. یعنی سجده تلاوت همین است که به شرط های نماز چی هستند؟ پای به طهارت، بالای جای نماز، رو به قبله، یعنی راست می ایسته، رو به قبله می ایسته. اگر دانن نیت نویت ان اسجد سجده تلاوت متوجها الی الکعبه گفته نیت میکنه. اگر نیت هم ندانه بدیل قصد میکنه، چون که نیت سجده فرض است، بدیل قصد میکنه که سجده تلاوت میکنم. الله اکبر میگه را سجده میروه. یعنی دستا را به گوش برداشتن نداره، در بالای جای نماز ایستاد، دستاش در قدش راست میگیره، رو به قبله میسته. اگر نیت دانه که نیتش میگویه، اگر ندانست بدیلش قصد میکنه که یعنی سجده تلاوت میکنم. الله اکبر گویم به سجده میروه. و سجده رفت مثل سجده نماز بر این 3 بار سبحان ربی الاعلی میگویه. بعد از اون الله اکبر گویم با از سجده میخیزه که التحیات دوره در قدم مینشینه. وقتی که نشست بعد از اون میگوید که سجدت للرحمن و آمنت بالرحمن فاغفر لی ذنوبی یا رحمان سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اگر این دعا را ندانه، البته دعاها و نیتی که به زبان میگه اینها سنت هستند، مستحب هستند. اگر این دعا را هم که ندانه، رو به قبله میسته، بدیل قصد میکنه که سجده تلاوت میکنه، الله اکبر گویان راست به سجده میروه، 3 بار سبحان ربی الاعلی میگویه، با الله اکبر میگویه در قدم میشینه. بعد از اون دستاش میبرداره میگه پروردگار همین سجده منو به درگاهت قبول کن، الله اکبر خسته میره. یعنی سجده این است. فقط
بین دو تکبیر الله گوی با دل قصد میکنه، یعنی نیت میکنه که سجده تلاوت میکنم، الله اکبر میگوید، یعنی دستا را به گوش نمیبرد، دستو در قد راست الله اکبر میگوید، راست سجده میروه، 3 بار سبحان ربی الاعلی میگوید، با الله اکبر میگوید، در قعده میشینه، بعد از اون دعا میکنه که ای پروردگار سجده منه به درگاهت قبول کن. سلام هم نداره، نیت سلام نداره، فقط الله اکبر گویان سجده میروی، سجده میکنی، 3 بار سبحان ربی الاعلی میگویی، الله اکبر میگویی، در قعده میشینی. همین سجده تلاوت برادر عزیز. 14 بار همین یعنی تکرار میکنی. اگر 1 بار قرآن ختم کرده باشه از گردنت ساقط میشه. خب اینجا برادر یه سوال کرده. السلام علیکم دوملای عزیز، سوال دارم و التماس به سوال من جواب دهید. سوال ما چنین می باشد: خب بعضی آدمان خب بعد از خوراک خوردن چنین کلمه را استفاده می برند، لک شکر، 1 لک شکر می گویند، مگر این درست است؟ خب برای جواب 1 جهان تشکر. برای جواب 1 جهان تشکر. اکنون برادر عزیز این کلمه لک لفظ افغانی بوده، شاید 1000 می شده باشه، شاید میلیون می شده باشه. لک یعنی به عدد شکر برای تو ای پروردگار. البته را ضرر نداره. مثلا اگه انسان بگه که 1000 بار شکر یا به حساب شکر ای پروردگار گویا، این جمله ها را یعنی استفاده بردن ضرر نداره، درست است در شریعت برادر عزیز بزرگوار.